صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای مسیح زنده، ای معلم و ای نجات دهنده و ای سرور و ای خداوند، تو به ما تعلیم داده ای که خدای پدر همواره در بطن کائنات در کار بوده است، ما را دوست دارد و پاک و مقدس است و ما را به سوی خود دعوت می کند. تو به ما تعلیم داده ای که خدا همواره در بطن کائنات در کار بوده است، یعنی هم در جریان طبیعی آن و هم در اذهان و قلوب و وجدان مردم. تو ما را مطمئن ساخته ای که خودت نیز در فعالیت هستی تا به منظور پرمحبت الهی دست یابی. ای خداوند، در ما و به وسیله ما مشغول باش، ما را وسیله‌ای برای اهداف مقدست بگردان تا زمانی که چشم از این دنیا می‌بندیم و روح خود را تسلیم توی خدا یکتا می‌کنیم، تکلیف خود را هر چقدر هم ناچیز تا اندازه‌ای به کمال الهی که اراده توست انجام داده باشیم. خداوندا، دلهای خود را با محبت و قدر شناسی و سپاس به سوی تو برمی افرازیم و استدعا می کنیم که سپاس و حمد و ثنای باطنی ما را پذیرا باش. بارالها، اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می داریم، استدعا داریم که با روح قدوس خود ما را هدایت فرما تا به وسیله هدایت روحت حقیقت کلامت را درک کنیم و آن را بپذیریم و تسلیم آن شویم. این دعا را به لیاقت و شایستگی نام پرجلال عیسی مسیح زنده که اکنون در حضور توست و برای ما شفاعت می کند می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه از صدای انجیل. صدای ندا کننده در بیابان که می‌فرماید راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. پس ثمرات مناسب توبه بیاورید، زیرا الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است و هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. یحیای پیامبر که به یحیای تعمید دهنده مسما است و صاحبیان او را نمونه ایمان و تقوای خود قرار داده و سعی می‌کنند خط مشی او را پیروی کنند، قبل از ظهور عیسی مسیح مردم را آماده می‌کرد تا برای پذیرفتن ملکوت خدا و ظهور نجات دهنده خود را حاضر سازند.
او از روح خدا پر بود و با الهام الهی مردم را نه فقط دعوت به توبه و انجام اعمال شایسته توبه می‌نمود، بلکه به آنها اخطار می‌داد که زمان پایان رسیده، زمان صبر خدا به اتمام رسیده و تیشه بر ریشه درخت خود نهاده و به زودی فرصت رحمت را از دست خواهند داد اگر توبه نکنند. رؤسای مذهبی در یحیای تعمید دهنده قدرت و شهامت و جرأتی مافوق هر کسی دیگری در او دیده بودند. یحیی از هیچ کس ترس نداشت، حتی آماده بود که مرگ را به جان بخرید. مرگ جانش را تهدید می کرد، ولی او هرگز از بازگو کردن حقیقت ابا نورزید و همینطور حقایق را بازگو می کرد. هیچ چیز نتوانست او را از بیان حقیقت باز دارد. او ابتدا رهبران مذهبی را که به خاطر منافع خود و رضایت جانشان در برابر ظلم سکوت کرده بودند افعی‌زاده خواند و حتی به پادشاه وقت هم به خاطر گناهانش شدیداً حمله کرد و او را محکوم نمود. و مسلماً این نوع بیان صراحت مستقیم و جرأت عظیم برایش گران تمام می شد. ولی یحیی می دانست که او به این جهان آمده است تا رضایت خدا را به دست آورد و نه مردم. پس در برابر حقیقت ایستادگی نمود. وقتی مردم عادی دیدند که یحیی اینقدر از قدرت خدا پر است، گمان بردند که او همان مسیح موعود است. بنابراین پیش او میآیند و روزی از او طالب میشن و میخواهند که خود را با آنان بشناساند. یحیی با روح خداوند مطالبی بیان می‌دارد که در خور توجه و تفکر و تأمل ماست. اگر کلام مقدس انجیل را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 3 بگشایید تا از آیه 15 از انجیل لوقا پاسخ یحیی را با هم مطالعه کنیم. انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا فصل 3 از آیه 15. ابتدا آیات را خدمتتون میخونم و سپس توضیحات مختصری را درباره معنی لغات و آیات تقدیم حضورتون میکنم. به آیات توجه فرمایید. میگوید: و هنگامی که قوم متردد بودند، همه در خاطر خود درباره یحیی تفکر می‌نمودند که آیا این مسیح موعود است یا نه. پس یحیی به همه متوجه شده گفت: من شما را به آب تعمید می‌دهم، لیکن شخصی تواناتر از من می‌آید که لیاقت آن را ندارم که بند نعلین او را باز کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او قربال خود را به دست خود دارد و خرمن خیش را پاک کرده گردنب را در انبار خود ذخیره خواهد نمود، ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید. و به نصایح بسیار قوم را بشارت میداد. اما هرودیوس تیتراک چون به سبب هرودیا زن برادر خود فیلیپوس و سایر بدیهایی که هرودیوس کرده بود از وی توبیخ یافت، این را نیز به همه افزود و یحیی را در زندان حبس نمود. در این آیات یحیی نبی خود را به قوم معرفی می کند و می فرماید در واقع من پیشرو مسیح موعود هستم. من آن صدای ندا کننده هستم که حضرت اشعیا نبی در مورد من گفته است. او میگوید مسیح موعودی که خدا داوری را به دست او سپرده است به زودی خواهد آمد و من پیشرو او می باشم. و سپس درباره کار مسیح بشارت و پیشگویی می نماید. همچنین در آیه 19 می بینیم که یحیی به خاطر اینکه در برابر ظلم مقاومت می کند و حقیقت را بیان می دارد و حاکم شریر هرودیوس را به خاطر عمل زنا توبیخ کرده، توسط این حاکم ظالم به زندان می افتد. اجازه بدید این آیاتی که خدمتتون خوندم را با دقت بیشتری مطالعه کنیم و روی آن به تفکر و تعمق بپردازیم. در آیه 15 می‌فرماید که قوم متردد بودند یا قوم منتظر بودند یا انتظار می‌کشیدند. یهودیان احساس می‌کردند که موقع انتظار به سر رسیده و بنابراین با اشتیاق منتظر آمدن مسیح موعود بودند. موعظه‌ها و تعمید یحیی این انتظار را بیشتر تقویت می‌نمود و بسیاری را به این فکر انداخته بودند که ممکن است همین شخص، یعنی یحیی، همین شخص مقدس، همین شخص خداشناس و با جرأت خود مسیح موعود باشد. برای همین بود که میان و از یحیی سوال میکنن که آیا تو مسیح موعود هستی یا نه؟ جواب یحیی از آیه 16 آغاز میشه. میگوید
یحیی جواب داده گفت. کلمه جواب داده که ریشه اصلی آن یونانی است نشان می‌دهد که یحیی در بین جماعتی که به دیدار او آمده بودند یک مرتبه و یا فوری و یا با قاطعیت تمام این جواب قطعی رو میده که او مسیح موعود نیست. کلمه من با آب تعمید میدهم میشود بگیم که میگوید در آب تعمید میدهم. میفرماید من لایق آن نیستم که حتی بند کفش او را باز کنم. دوستان این جمله فروتن بودن پیغمبر خدا را میرساند و بدون شک ما بایستی بپذیریم که اگر یحیی آدم جاه طلبی بود به آسانی میتوانست در این لحظه مردم را متقاعد سازد که وی مسیح موعود و یا پادشاه یهود است و همه به دنبالش بیفتند و او را بپذیرند. چرا؟ چون قدرتی که در کلامش بود ثابت میکرد که او از جانب خداست. ولی فقط اظهار کلمه‌ای لازم بود که بدون شک به خاطر موقعیت حساس او جماعت هم به یک باره وی را بپذیرند که بله این همان مسیح موعوده و او را پادشاه کنند. ولی یحیی پیغمبر مرد جاه طلبی نبود، فروتن بود، بسیار فروتن بود. او چون مرد دینداری بود، چون پیغمبر حقیقی خدا بود و هیچ چیزی رو برای خودش نمیخواست، حقیقت را اینطور بیان میکند که او یعنی آن مسیح بزرگ نیست. در عوض میگوید مسیح آنقدر بزرگه که من لایق انجام کارهای پست برای او ندارم. میگوید مسیح آنقدر بزرگ و عظیم است که من حتی لیاقت باز کردن یا بستن بند کفش او نیستم. و سپس در مورد مقام و بزرگی نه خودش بلکه مسیح و کارش صحبت میکنه. میگوید او یعنی مسیح شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. در نوع تعمید دوستان شاید بتوانیم به تفاوت بین مسیح و یحیی پی ببریم و در واقع یحیی تفاوت خودش رو با عیسی مسیح در این آیه آشکار میکند. تعمید یحیی فقط تعمید توبه بود و به وسیله آب بود و قوت افاضه تولد تازه و فرزند خدا ساختن اشخاص را نداشت. یعنی شخص وقتی از یحیی تعمید دهنده تعمید میگرفت، غسل میگرفت یا به وسیله آب غسل تعمید میگرفت، فقط نشان میداد که گناه کرده و حالا از گناهی که کرده پشیمان شده و برای اینکه به مردم ثابت کند که نسبت به عمل خطاکارش گناهش پشیمان شده است غسل تعمید میگرفت و مردم متوجه میشدن که مثلا این شخص حالا فروتن شده، به گناهان خودش اعتراف کرده و تصمیم گرفته که دیگر گناه نکند. ولی این عمل شخص را از نیروی خدا پر نمیکرد که دیگر گناه نکند. به آدمی قدرت آسمانی عطا نمیکرد. ولی یحیی میگوید آن شخصی آینده، آن کسی که میآید یعنی عیسی مسیح، او مردم را نه با آب بلکه با روح و آتشی که آنها را موجودات جدیدی میکند تعمید خواهد داد. دوستان روح القدس همان روح خداوند می باشد و با خدا یکیه و مقصود از آتش آن حرارت و نوری است که از خصایص کار روح القدس و یا خداوند می باشد. به عبارت دیگر عیسی مسیح موعود شاگردان خود را، پیروان خود را با روح القدس تعمید می دهد. و دوستان عزیز وقتی که زندگی عیسی مسیح را می خوانیم، او این کار را در مدت زندگانی جسمانی خودش نکرد، بلکه پس از صعود به آسمان بود که در روز پنتیکاست اولین بار روح القدس خدا بر شاگردان نازل میشه و همشون از روح خدا پر میشن و تعمید روح میابن. در موقع نزول روح القدس در کتاب اعمال رسولان میخوانیم که زبانهایی چون آتش بر سر شاگردان فرود آمد و آنان با حرارت منور شدن، پر شدن از روح خدا. روح خدا وجود و بدن و جسم و جان رسولان را پر میکنه. آنها وسائلی میشن در دست خدای تعالی. نظر به اینکه کلمه یونانی روح به معنی باد نیز می باشد، از این رو بعضی گمان میکنن که یحیی در این گفتارش مربوط به عیسی مسیح در واقع اشاره به باد و آتش داوری و تنبیه می نماید. یعنی مسیح موعود قوم را با باد و آتش مقدس پاک خواهد کرد، تعمید خواهد داد، درست مثل غسل تعمید. و میدونید که در روز پنتیکاست باد شدیدی وزید و روح خدا چون زبانهای آتش بر سر شاگردان یا رسولان مسیح نازل می شود. مقصود از این که او میگوید مسیح قربال یا افشان در دست دارد، در واقع همون وسیله چهارشاخی است که به وسیله آن کشاورزان گندم را به هوا می افشانند تا کاه را از گندم جدا کنند.
در واقع یحیی میخواد به من و شما بگوید که مسیح موعود قربال یا افشان داوری خود را در دست خودش دارد. او میآید تا عادلان را از گناهکاران جدا سازد. دقت کنید کار داوری مسیح رو اعلام میکنه، یعنی مسیح داور عادله. مسیح میاد داوری میکنه. معنی خرمنگاه در آیه 17 که بیان شده است در واقع همان دنیا و جمعیت این عالم می باشد و گندم به معنی عادلانه و انبار یعنی بهشت و کاه به معنی شریرانه و آتش خاموش نشدنی یعنی جهنم. به عبارت دیگر اگر این اصطلاحات را بفهمیم می‌بینیم که یحیی میگوید که عیسی مسیح میاد تا جمعیت دنیا را داوری کنه و آنانی که عادل هستند را به بهشت هدایت نماید و آنانی که شریر هستند مثل کاه هستند به آتش خاموش نشدنی یعنی جهنم بفرستد. از قرار معلوم یحیی تفاوتی بین ظهور اول و ثانوی عیسی مسیح به این عالم نمی‌بیند، زیرا ظهور اول عیسی مسیح به این عالم برای نجات بود و ظهور ثانوی او برای داوری ملت‌های جهان و برقراری ملکوت آسمانی. در آیه 18 می‌بینیم که یحیی تعمید دهنده مردم را بشارت می‌داد و یا به نصایح بسیار قوم را بشارت می‌داد. ولی یحیی چه مژده و بشارتی را به قوم می‌داد؟ بشارت یحیی این بود که ای مردم، مسیح موعودی که من از آن سخن میگویم به زودی میآید و بدی را از قوم برمی‌دارد یا قوم را نجات میدهد. عظمت مژده و نجات مسیح آنچنان بود که خود یحیی پیغمبر قرابت و عظمت بشارتی که میداد درک نکرد و تا بعد از روز پنتیکاست بود که بزرگی و عظمت معجزه او آشکار میشه. ولی در آن روز بود که بسیاری متوجه مژده الهی شده و در یک روز دوستان عزیز همونطور که میدانیم در یک روز در شهر اورشلیم فقط بیش از 3000 نفر مسیح را میپذیرند و بشارت عظیم که یحیی در مورد آن صحبت میکرد و مسیح آن را کامل نمود پذیرفتند. از آیه 19 متوجه میشویم که هرودیوس حاکم عاشق زن برادر خود فیلیپوس میشه و هرودیوس او را تحریک به ترک شوهر و پیوند با خودش میکنه. یحیی هرودیوس را برای این گناه توبیخ میکنه. در آیه میگوید که جمعی بدیهای هرودیوس، این نشان میده که هرودیوس کاملا شریر و ضعیف النفس بوده و یحیی برای چیزهای بسیاری او را توبیخ کرده بود. آیه 20 اشاره به عمل شریر هرودیوس میکند، یعنی او یحیی را که میخواست او را به توبه دعوت کند، میخواست که هرودیوس توبه کند، او را به زندان میاندازه و همونطور که میدانید بعداً در جشن تولدش و بنا به درخواست همسرش هرودیوس مکار امر به قتل یحیی نبی میکند و سر یحیی پیغمبر را از تنش جدا میکند و به همسرش میدهد. حالا دوستان این افتخار به یحیی داده میشود که به واسطه خون خودش شهادت خیش را ثابت کند. یحیی در برابر حقیقت ایستاد و وفادار ماند. هرگز از اینکه جانش ممکن در خطر باشه نترسید. وقتی دید که مردم مذهبی بدی میکنن، ظلم میکنن، وقتی دید حاکم گناه میکنه، صریحاً آن را گفت. خوشا به حال مردان خدایی که در برابر حقیقت میستن و نه اینکه به خاطر ترس از جانشان در برابر ظلم و ستم سکوت میکنن. چقدر جای تأسفه که بسیاری هستند که این راه زشت را طی میکنن. آیه 21 و 22 صحبت از تعمید یافتن عیسی مسیح می‌نماید. می‌فرماید اما چون تمامی قوم تعمید یافته بودند و عیسی هم تعمید گرفته دعا می‌کرد، آسمان شکافته شد و روح القدس به هیبت جسمانی مانند کبوتری بر او نازل شد و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که به تو خوشنودم. از این آیات متوجه می‌شویم که گروه بیشماری از مردم قبل از اینکه عیسی مسیح از یحیی تعمید بگیرد تعمید گرفته بودند و بعد از آن عیسی تعمید گرفته. حالا این سوال پیش میاد که گفتیم تعمید برای گناهکاران بود و اگر بنا به ادعای کلام خدا عیسی مسیح بیگناه بوده، پس چرا عیسی مسیح تعمید گرفت؟ دوستان عزیز، عیسی مسیح از هر گناه پاک و مبرا بود و از این رو احتیاج به تعمید نداشت، اما بر وی لازم بود که مطابق کلام خدا تمامی عدالت را تکمیل کند. این مطلب در انجیل متی فصل 3 قید گردیده.
نه فقط تمامی عدالت را تکمیل کند بلکه احکام خدا را نگاه دارد. او نیز مایل بود که هرچه ممکن است تا او را به برادران گناهکارش نزدیکتر نماید و انجام بدهد. به عبارت دیگر مسیح می‌خواست خودش به ما انسان‌ها نزدیکتر کند، ما برادران جسمانیش نزدیک بشیم تا درد ما را بفهمد، رنج ما را بفهمد، موقعیت ما را بفهمد. کلام خدا میگوید که مسیح جسم پوشید و در شباهت مردمان شد تا چی؟ تا مردمان را به خدا باز آورد. و واقعیت اینه که با قبول تعمید مسیح نمونه خوبی برای مردم شد. به این جهت او ناصره وطن خود را ترک میکنه و به نزد یحیی میره تا از او استدعای تعمید را بکنه. یحیی نمیخواست او را تعمید بدهد، ولی مسیح گفت مرا تعمید بده تا شریعت را کامل کنم. این تعمید دوستان به منزله تاجگذاری پادشاه حقیقی و ظهورش بر اسرائیل بود. زیرا متوجه میشیم که از همین زمان بود که عیسی مسیح به سلطنت محبت خود در قلوب مردم که تا ابدالآباد پایدار خواهد ماند شروع نمود. جالب اینجاست، در اینجا بیان شده است که در حین تعمید عیسی مسیح می‌فهمیم که روح قدوس خدا یا روح خدا بر او نازل میشه و به صورت هیبت جسمانی در یک شکل کبوتری بر او قرار میگیرد. اگرچه از ابتدا روح القدس در عیسی بوده، اما در این موقع باز نازل شده و نجات دهنده ما را با قوت پر نموده تا کار خود را بین مردم شروع نماید. حضرت لوقا شرح کارهای بسیار عجیب عیسی را از این پس برای ما بیان میکنه و در واقع نشان میدهد که بر اثر وجود روح خدا در مسیح او این کارها رو میکنه و یا این خداوند است که در عیسی مسیح معجزات عظیم را انجام میدهد. جالب اینجاست که در کتاب اعمال رسولان که شرح کارهای عظیم مسیحیان می باشد، بعد از اینکه روح القدس در روز پنتیکاست بر ایشان نازل گردیده، آنها موفق شدند کارهای عظیم انجام بدهند. قبل از آن نمی توانستند. می‌فرماید مانند کبوتری آشکار میشه. لازم است که بگویم آنچه از آسمان نازل شد کبوتر نبود، بلکه چیزی بود دارای وجود خارجی و شبیه کبوتر. و کبوتر سمبل نجابت، سادگی و پاکی است و از این رو شکل مناسبی است که روح قدوس خود را بدان درآورد. عیسی و یحیی شکل مذکور را می‌بینند. وقتی عیسی از آب بیرون می‌آید، ندایی از آسمان می‌شنود که می‌گوید تو پسر محبوب من هستی. در اینجا دوستان خود خدا نه بشر، خود خدا شهادت می‌دهد که عیسی فرزند و محبوب او میباشد. احتمال می‌رود که فقط یحیی و عیسی مسیح این صدا را شنیده باشند، زیرا خطاب مذکور از آسمان برای آنها بود و نه برای جمعی مردم. میگوید از تو خوشنودم ای عیسی. برای اینکه کسی فکر نکند که عیسی آدم گناهکار و محتاج به تعمید میباشد، خدا یکتا خودش به پاکی مطلق او شهادت می‌دهد. خدای پدر از ازل رضایت تام از فرزند محبوب خیش داشته است. یک مطلب بسیار جالب و مهم دیگر اینه که در اینجا عقیده تثلیث اقدس آشکار میشه که در ابتدای انجیل و در آغاز کار مسیح آشکاره. در اینجا پدر یا خدا یکتا سخن میگوید. پسر یا عیسی مسیح پیام یا صدای خدا را میشنود و روح القدس از پدر بر پسر نازل میشود. بعد از اینکه عیسی مسیح تعمید میگیره، کلام خداوند میفرماید که مسیح به بیابان میره و 40 روز روزه میگیره و سپس با روح الهی مأموریت عظیم خود را آغاز میکند. لوقا میفرماید عیسی مسیح وقتی که شروع به خدمت کرد قریب به 30 ساله بود. مقصود از شروع کردن یعنی دعوت کردن مردم به نجات آسمانی که از طرف خداوند عطا شده بود. در این موقع عیسی مسیح مرد کاملی بود و شخصاً آزمایش‌ها و مشکلات و غم‌های این زندگانی را دیده و چشیده بود و حاضر و آماده بود که تسلی دهنده و نجات دهنده بشر بشود. از نقطه نظر شریعت موسی، عیسی مسیح پسر یوسف محسوب می‌شد، ولی مریم و یوسف می‌دانستند که عیسی مسیح فرزند واقعی آنان نیست. حضرت متی نسبنامه مریم مقدس را برای ما بیان می‌کند و حالا یوسف مطابق رسومات و از نقطه نظر شریعت نسبنامه حضرت یوسف را برای ما تشریح می‌نماید و در واقع می‌خواد نشان بدهد که مسیح از نسل حضرت داوود بود. و دوستان این بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون خداوند وعده داده بود، گفته بود، پیشگویی کرده بود توسط انبیای اسبق که نجات دهنده جهان، آن کسی که بشر را نجات خواهد داد، بایستی از نسل حضرت داوود باشد. از آیه 23 ما با نسبنامه یوسف روبرو می‌شویم.
بعضیا این نسبنامه را به نسبنامه مریم مقدس نسبت دادند و از یک نظر هم راست میگویند. چرا؟ زیرا مریم و یوسف پسرعمو و دخترعمو بودند و مریم نیز از آل داوود بود و یا از خاندان داوود بود. در آیه 38 لوقا نشان میدهد که عیسی مسیح نسبنامه‌اش نه فقط به داوود میرسد بلکه به آنوش و شیس که پسر آدم و حوا بود رسانده و میگوید از آدم ابن الله است، یعنی آدم ابن الله که یا آدم فرزند خدا. مقصود اینه که عیسی مسیح نیز فرزند خدا نامیده می شود. چرا؟ زیرا وی نیز پدر جسمانی نداشته است. بعضی ها می آیند و می گویند که همونطور که حضرت آدم پدر نداشت به همین نحو نیز عیسی مسیح پدر نداشت، بنابراین در یک سطح هستند. تازه میگن که حضرت حوا پدر نداشت، مادرم نداشت، ولی مسیح مادر داشت. ولی دوستان تفاوت عظیمی وجود دارد بین آن، هم در هدف از آمدن و هم در کار و ماهیت آنان. آدم فقط یک انسان بود ولی عیسی پسر ازلی و بی انتهای خدا یکتاست. آدم گناه کرد و گناه مرگ را بر تمام اسباب خود وارد آورد، ولی عیسی کاملا خدا را اطاعت کرد و به وسیله مرگ خود حیات را به انسانها بخشید. یحیی آمد تا نه فقط مردم را متوجه خطایاشون کنه و آنان را به سوی توبه و ندامت بکشاند، بلکه به مردم مژده بدهد که خداوند در عیسی مسیح نجات مهیا کرده است، در حالی که در آدم اینطور نبود. آدم برای نجات نیامد. دوستان عزیز، زمان آن فرا رسیده بود که خداوند نقشه نجات خود را در عیسی مسیح به بشر عطا کند و این نقشه خدا و پیام و نجات او از فصل 4 حضرت لوقا برای ما تشریح می کند که با کمک خداوند ما از برنامه آینده به آن اشاره خواهیم کرد و مژده الهی را به سمع شما می رسونیم. در اینجا چون فرصت ما به پایان رسیده با شما دوستان عزیز خداحافظی می کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که خود را تسلیم خدا یکتا کنید و آماده باشید که با قلب باز و چشمان روحانی پیام مقدس خدا را بشنوید و مطیع حقیقت بشوید. خدا یار و یاورتان باد. ما را ناتا، یعنی مسیح دوباره به زودی برمیگردد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.